امروز قراره راجع به یه موضوع اسپیکینگ صحبت کنیم. پاساژ. حالا پاساژ به انگلیسی چی میشه؟ پاساژ میشه مال. درسته. مال. حالا نگران ایدم نباش بگی وای من راجع به پاساژ چی میخوام بگم. خیلی راحت با هم جمله میسازیم. میخوام بگم من یه پاساژ توی محلم میشناسم. حالا ما تو فارسی خیلی میگیم محلمون، اونا بیشتر میگن توی محلم. خب من میشناسم. شناختن چی میشه؟ شناختن know. No. من میشناسم. I know. یه پاساژ. امال. I know امال. حالا محله neighbor میشه همسایه. خب neighbor میشه همسایه. حالا محله میشه neighborhood. با من تکرار کن. neighborhood. آفرین. محله من my neighborhood. تو محله من in my neighborhood. درسته. خب از اول I know امال in my neighborhood. یه بار دیگه I know امال in my neighborhood. حالا بیا یه جمله دیگه بسازیم. منم تو ایده سازی بهت کمک میکنم. چون اون نزدیک خونم هست من لباس هام رو از اونجا میخرم. خب چون چی میشه؟ چون میشه because. حالا نزدیک میشه near. آفرین. اون هست نزدیک خونم. آن هست it is in ندیگه. it is near خونه من my home. درسته. پس چون اون نزدیک خونمه یا نزدیک خونم هست میشه because it is near my home. من میخرم. خریدن میشه buy. حالا من میخرم I buy. چه چیزی رو؟ لباس ها چی میشه؟ لباس clothes. ببین این کلمه خودش جمع هست و چون این کلمه تلفظش سخت هست حتی خود نیتیو سپیکرز ها، کسانی که زبان مادریشون هم انگلیسی هست، این رو clothes تلفظ میکنن. clothes. حالا هرچی که راحتی clothes یا clothes. حالا لباس های من my clothes. آفرین my clothes. خب از اونجا از میشه from. اونجا there. نوک زبون باید روی دندونای بالا باشه. بگیم from there. آفرین from there. خب بیا یه بار از اول با هم بخونیم. because it is near my home. بگو because it is near my home. I buy my clothes from there. من اونجا خرید رفتن رو دوست دارم چون فروشگاه‌های زیادی داره و لباساشون شیک هستن. یه خود این جمله طولانی شد ولی مطمئن باش حتی تو سطح مبتدی هم میتونیم این جمله رو با هم بسازیم. ازت میپرسم خرید رفتن چی میشه؟ خرید رفتن میشد go to shop. خب نه، ببین این یه اشتباه رایج هست بین زبان آموزها. باید بگی go shopping. اون ing هم در واقع قسمتی از فعل هستش. پس خرید رفتن میشه go shopping. آفرین. من اونجا خرید رفتن رو دوست دارم. اونجا میشه there. دوست داشتن like. من دوست دارم I like. خرید رفتن go shopping. بین دوتا فعل like و go shopping چی بذاریم؟ از تو استفاده میکنیم. آفرین. پس میشه I like to go shopping. یه بار دیگه I like to go shopping. آخرش هم میگیم there. اونجا. حالا چرا؟ چون که فروشگاه های زیادی داره. خب که میشد because. آفرین because. خب آن دارد. It has. چرا نگفتی it have؟
سوم شخص دیگه. سوم شخص مفرد it has. آفرین. سوم شخص کیا هستن؟ مثلا she. اگه he, بخواین she و it. آفرین. خب خیلی هم خوب بلدی. مثلا he has او داره یه آقا. she has it هم میگیم has. آفرین. حالا فروشگاه چی میشه؟ store. فروشگاه های زیاد میشه a lot of stores. آفرین. پس وقتی میخوایم بگیم زیاد از a lot of استفاده میکنیم. مثلا معلم های زیاد میشه a lot of teachers. مرسی. مشکلات زیاد a lot of problems. درسته. حالا اینجا گفتیم a lot of stores because it has a lot of stores. خب و لباس هاشون شیک هستند. لباس ها رو گفته بودیم میشه clothes. آفرین. لباس هاشون یعنی برمیگرده به اون فروشگاه ها. ببین لباس های من چی میشه؟ My clothes. لباس های تو your clothes. لباس های اون خانومه her clothes. آفرین. حالا اونجا چند تا فروشگاه هست؟ میخوایم بگیم لباس هاشون میگیم their clothes. یه بار دیگه their clothes. یادون باشه که برای تلفظ their نوک زبون رو میذاریم روی دندونای بالا. آفرین و میگیم their clothes. حالا شیک میشه ببین استایل که شنیدی. خب استایل. حالا میگیم آره همچین چیزی میگیم stylish شیک stylish. Their clothes هستند are stylish. آفرین. خب بیا حالا از اول با هم تکرار کنیم. I like to go shopping there. I like to go shopping there. Because it has a lot of stores. Because it has a lot of stores. آفرین. And their clothes are stylish. And their clothes are stylish. یه بار دیگه. I like to go shopping there. I like to go shopping there. Because it has a lot of stores. Because it has a lot of stores. And their clothes are stylish. And their clothes are stylish. آفرین. خب در ادامه ایده پردازی میخوایم بازم یه جمله نسبتاً طولانی بگیم. برای من سخته که لباس انتخاب کنم و از دوستم خواهش میکنم که به هم کمک کنه. خب سخت چی میشه؟ hard. یا میتونیم بگیم difficult. حالا برای من سخته اون کسره یعنی هست. آفرین. پس میگیم it is difficult. یه بار دیگه it is difficult یا it is hard. حالا برای من for me. یه نکته ازت بپرسم مطمئن بشم چرا نگفتی for I؟ چون for یه حرف اضافه است. خب فقط فکر کنم شنیداری میدونی که for I اشتباهه ولی علتش اینه که for یه حرف اضافه است. یادت باشه هیچ وقت بعد for nمیگیم I، حتما میگیم for me. مثلا هیچ وقت for she نمیگیم، حتما میگیم for her. هیچ وقت نمیگیم for he، حتما میگیم for him. هیچ وقت نمیگیم for we، حتما میگیم for us. هیچ وقت نمیگیم for they، حتما میگیم for them. خب پس برای من سخته میشه it is hard for me. آفرین. خب که انتخاب کنم، شاید هم فارسی بگیم تا انتخاب کنم. اصلا به این که و تا توی فارسی توجه نمی کنیم. مهم اینه که is اینجا یه فعله، فعل بعدیمون انتخاب کردن هست که میشه choose. بین این دوتا حتما باید از to استفاده کنیم. پس میگیم it is hard for me to choose. حالا فرض کن من میخوام یه لباس زنونه بخرم. لباس زنونه میشه dress. یه دونه a dress. And it is hard for me to choose a dress.
خب و خواهش میکنم کی؟ من میشه and I. خواهش کردن؟ نمیدونم. ask and I ask. دوستم؟ My friend. آفرین. که کمک کنه. حالا تا کمک کنه. فارسی اصلا مهم نیست دوباره چی ترجمه میکنیم. ask یه فعل، کمک کردن help یه فعل دیگه، بینشون از to استفاده میکنیم. and I ask my friend to help. کیو؟ me. خب بیا یه بار با هم اینو تکرار کنیم. It is hard for me. It is hard for me. یا میتونیم بگیم it is difficult for me. It is difficult for me to choose a dress. to choose a dress. And I ask my friend. And I ask my friend to help me. to help me. یه بار دیگه یکم سریعتر. It is hard for me to choose a dress. It is hard for me to choose a dress. And I ask my friend to help me. And I ask my friend to help me. آفرین. حالا فرض کن این دوست من خودش خرید رفتن رو دوست نداره اما به خاطر من قبول میکنه. پس من میگم او خرید رفتن رو دوست نداره اما قبول میکنه. خب او دوست نداره میشه آها ببین like دوست داشتن. چون داریم در مورد یه she حرف میزنیم باید از doesn't استفاده کنیم. She doesn't like. او دوست نداره. ببین زمان حال هستش. چون داریم در مورد یه she صحبت میکنیم میگیم she doesn't like. مثلا او نمیره. She doesn't go. به صورت روتین نمیره. مثلا او مدرسه نمیره. او سر کار نمیره. She doesn't go. فرض کن که او درس نمیخونه. یعنی اصلا روتینش این هستش. به طور کلی درس نمیخونه. She doesn't study. She doesn't study. مثلا او حرف نمیزنه. با talk بگو. She doesn't talk. She doesn't talk. یا میتونی با speak بگی. She doesn't speak. She doesn't speak. حالا خرید رفتن میشه go shopping. Go shopping. او خرید رفتن رو دوست نداره. She doesn't like to go shopping. مرسی. like یه فعل، go shopping هم یه فعل دیگه، بینشون از to استفاده میکنیم. درسته. پس میگیم She doesn't like to go shopping. آفرین. اما او قبول میکنه. قبول کردن میشه accept. بلد نبودی. accept. اینو خیلی از زبان آموزا یه جوری دیگه تلفظ میکنن که ما اینجا نمیخوایم اصلا اون اشتباه رو یاد بگیریم، اصلا نمیگیمش. ولی اونایی که یه جور دیگه تلفظ میکنن یادشون باشه تلفظ درستش میشه accept. خب پس ولی او قبول میکنه. but ولی او میشه she قبول میکنه. accepts. یه اس بذار انتهاش. چرا؟ زمان حاله. به طور کلی روتین رو میگه. خب واسه یه شی میگی accepts. یه دونه اس اضافه کن. اگه یه آقا باشه he accepts. اگه بخوام بگم من قبول میکنم I accept. خب اونا قبول میکنن they accept. تو قبول میکنی. خواستم میگم you قبول میکنی. خب پس تو قبول میکنی you accept. خب بالاخره اون دوسته که دوست نداره بره خرید she accepts. خب بیا یه بار با هم اینو بخونیم. She doesn't like to go shopping. She doesn't like to go shopping. But she accepts. But she accepts. یه خورده سریعتر. She doesn't like to go shopping. She doesn't like to go shopping. But she accepts. But she accepts. آفرین. خب بچه‌ها برای اینکه تمرین کنین اینجا برام تو کامنت جمله آخر رو بنویسین. من و دوستم میریم خرید. حالا که تا اینجا یه آموزش با همون همراه بودین، اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما همین الان بزنین روی این دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش. لایکتون هم که کلی برامون انرژیه.